ما و دوستان و این ریکارد ما در کانال یوتیوب هم قرار میدم. شما میتونید راحت برین از قسمت منظم جلسه وار هم تهیه بکنید. انشالله در این میتونه برای شما خیلی سود بخش باشه، چون به خاطر که در این ریکاردا در این ریکاردا که هستن سوالات شما، پیشنهاداتتان اینا به ترتیب منظم در این ریکاردا جاگزین شده و این میتونه برای در قسمت انتقال مطالب به شکل بسیار مهم و سود بخش به شما کمک میکنه. خب جلسه قسم گفتم یک ساعت است و یک روز در میان ترتیب میشه که شما هر روز ساعت 8 شب به وقت افغانستان در این گروپتان لینک صنف قرار داده میشه و شما منظم این جاین میکنین. و دیگه قوانین به ترتیب ما در داخل گروپ نوشته کردیم. کسایی که نبودن هم میتونن، چون به حساب پین شده، هم میتونن برای اونجا دیگه ببینن، مشکلشون حل بکنن. و چیزی که مهم است، شما هر 3 جلسه، یعنی هر هفته 3 جلسه که ترتیب میشه، شما بعد از 3 جلسه یک امتحان دارین دوستا. از امتحان هم کتبی گرفته میشه. اشتراک شما یا که حضور شما در هفته بعد منوط و مشروط به اخذ نمرات خوب و کافی در هفته جاری هستند. یعنی منظوری میسته که شما اگر بخواید در هفته بعد را پیدا بکنید دوستان عزیز، که باید شما همین 3 جلسه را که در هفته اول مثلا میبینید، باید در اخیر که شما یک امتحان گرفته میشه، باید در اون امتحان چه کنید؟ نمره خوبی را اخذ بکنید. بنان مثلا تلاش بکنید که ببینیم کسای دیگه من جوین شده. دیگه متاسفانه برای کسایی که اونا تازه جوین میشه، برای اونا دیگه اجازه جوین شدن نیست، چون به خاطر که در جوین تاخیر داشتن. خب پس دوستای قند، امیدوار هستم شما تمام موضوعات و مطالب را گرفته باشین. انشالله که همگی صدای من منظم داره، تصویر منظم برشون دیده میشه. چیزی کسی خودت در تصویر چی نداره، مشکل نداره انشالله. بسیار خوب، یعنی که در تصویر دیگه هیچ مشکل نیست، دیگه تو منظم و بسیار چی پیش میره. خب بسیار خوب دوستای قند، میریم. پس ما که فایل ورد آماده کردیم به خاطر از یک بتونم مطالب رو به شما به شکل درست‌تر اساسی به شما برسانم. این فایل باز میکنم. خب میریم دوستای قند، قسمت فایل باز میکنم. ببینید دوستان عزیز، ما البته یک تست فایل به شما آماده کرده بودم به خاطر از اینکه حداقل یک دانش ابتدایی تان محک بزنم، ببینیم که شما در دانشتان در چه سطح هستن و تواناییتان در چه سطح هستن. حداقل شما یک دیدگاهی نسبت به کامپیوتر دارین ندارین. آیا مثلا کسایی هستن در صنف که ممکن شاید اونا کلاس‌های قبلی هم داشتن و کسایی هست که اونا ممکن کلاس‌های قبلی نداشته باشه. بنان به منظوری از اینکه حداقل بتونم روال تدریسی را به شکل تنظیم بکنم که این روال تدریسی هم برای کسایی که اونا قبلا آموزش دیده و هم برای کسایی که اونا قبلا آموزش ندیده موثر تام شود. خب دوستای عزیز، پس ما درس شروع میکنیم از قسمت از اینکه اصلا بفهمیم که مثلا کامپیوتر چیسته. من مطمئن هستم که هر کدامتون تعریف مشخص یا ممکن دیدگاه مشخص از کامپیوتر داشته باشین، اما من با شما اینجا یک تعریفی را آوردم که به شکل گسترده مثلا میتونه شامل تعریف کامپیوتر شود، که گفته کامپیوتر میتونه ببینید اصلا کامپیوتر خودش از یک کلمه لاتین گرفته شده که میتونه به معنی کامپیوت باشه. یعنی من اینجا دوستای قندم میچه را باز کنم، برنامه نوتپد بتون باز کنم اینجا. خب ببینید دوستای قند، خود بخش فرمت به این خطش کمی بزرگتر بکنم تا برای همگان قابل دید باشه. خب این قسمت دوستای قند، خود کامپیوتر که است از یک کلمه لاتین به نام کامپیوت گرفته شده، که اگر مثال ما تعریف کنیم کامپیوت خودش به معنای چی است؟ محاسبه کردن. حتما کسایی که زبان انگلیسی میفهمه اونا در قسمت مثال فعل و اسم حتما شاید اطلاع داشته باشه. خود کامپیوت به معنای محاسبه کردن است. یعنی محاسبه کردن یعنی فعل، یعنی کسی که کار انجام میده. مثلا ما میتونیم حتی اگر یک انسان که یک کار حسابداری انجام میده، ما با چی میگیم؟ با میگیم محاسبه. یعنی یک عملی را که کسی انجام میده ما با میگیم محاسبه کردن. ببینید هر آن چیزی که بتونه عملیه محاسبه را انجام بده ما با چی میگیم؟ کامپیوتر میگیم. تنها دوستای قند کلمه کامپیوتر به این اطلاق نمیشه که ما تنها باید ماشین، یعنی خود کامپیوتر ما باید کامپیوتر بگیم، چون که کامپیوتر خودش عملیه حساب انجام میده. ما تنها با اضافه کردن حرف آر چی میکنیم؟
که به یک وسیله، یعنی مثلا به یک وسیله که عمل یا وربی کمپیوت یا محاسبه کردن انجام میده، به او چی میگیم؟ کامپیوتر میگیم. پس از این مشخص شد که تنها ما کامپیوتر برای ماشین نمیگیم، برای هر کسی که بتونه عملیه یا عملی کامپیوتر انجام بده، ما به او چی میگیم؟ کامپیوتر میگیم. ببینید، حساب کردن و حساب دهی که است یک کار بسیار پرچالش و یک کار بسیار وقتگیر و یک کار بسیار پر اشتباه هست. بنابراین ما به خاطر رفع ضریب این اشتباهات ما به یک وسیله نیاز داریم که بتونه هم کارهای ما را به اسرع وقت انجام بده و هم با درصد بسیار حداقل اشتباهات، حتی 0% از اشتباهات باشه که او وسیله میتونه کمتر باشه. ما به شما یک تعریف خلاصه کردیم که یک دستگاه الکترونیکی است که برای پردازش داده ها و انجام محاسبات مورد استفاده قرار میگیره. یعنی ببینید دوستان، کامپیوتر یک وسیله است که به خاطر حساب کردن اون نوع محاسباتی که از توان انسان نیست استفاده میشه. یعنی پردازش داده هایی که از توان انسان در وقتی که لازم است اجرا شود از توان انسان نیست که انجام بده. پس ما به خاطر پیشبرد همچون کارهایی که از توان انسان نیست نیاز به توانایی و قدرت کامپیوتر داریم. دوستان قدیم اینجا اطلاعات است، باز میشه شما رو خودتان بخونید و موضوع ان شاء الله بخیر بگیرید. موضوع بعدی دوستان ببینید اجزای کامپیوتر هستند. شما حتما در این قسمت اطلاعات دارین که مثلا خود کامپیوتر کسته به دو بخش عمده تقسیم میشه. یک بخشش سافت‌ویر است، دیگه‌ش هم هاردویر است. در این قسمت ببینید هاردویر کسته تمام بخشایی که ما میتونیم اون رو ببینیم و میتونیم اون رو لمس بکنیم. وقتی که موضوع از لمس میشه معنیش است که یک چیزی یک بخشی از کامپیوتر که از خود وجود فیزیکی داشته باشه. یعنی مثال ما بتونیم اون رو چی کنیم؟ اون رو مثلا لمس بکنیم. پس خب در این قسمت دوستا کسایی که اینجا باید به نظر شما اینا رو دوستا بانیم روز یا که نمانیم، چی رقم کنیم؟ اما بهتره که قانون باید باشه که تا برای شب آینده باز بخیر بدون وقت در جای شب. خب دوستا پیش میریم. موضوعی ببینید وقتی که ما گفتیم هاردویر یعنی بخشای از کامپیوتر که قابل چه است؟ که قابل لمس باشه. ببینید بخشای از کامپیوتر مثلا سی پی یو کامپیوتر، مثلا حافظه کامپیوتر، مثل رام، مثلا ماوس، مثلا کیبورد، مثلا LCD یا مثلا مانیتور کامپیوتر، مثل چارجر کامپیوتر، مثل فلش، مثل CD، مثل DVD، هم گفتم مثل اسپیکر، تمام بخشای از کامپیوتر که قابل لمس باشه، یعنی ما بتونیم او را لمس بکنیم، او میتونه به عنوان بخشی از هاردویر کامپیوتر شبه مورد یعنی استفاده قرار بگیره. در ابتدا ما بر شما اینجا CPU را آوردیم یا همون واحد پردازش مرکزی. خود کلمه CPU چی است؟ یعنی Central Processing Unit، یعنی واحد پردازش مرکزی. خود CPU را به معنای مغز کامپیوتر هم اطلاق میکنه. اگر شما در این قسمت بیاین دوستان تصاویر زیر ببینید، خب مثلا سعی کنید دوستان اینجا ببینید CPU ها از خود، البته مثلا کمپانی های زیاد است که CPU را مثال درست میکنن، مثل که ما مثلا داریم کورای، ببینید چند نوع سی پی یو داریم دوستان. من به شما اضافه میکنم سی پی یو ها را. مثلا سی پی یو هایی که ما مثال داریم، سی پی یو هایی که اینجا هست مثلا دوستان از پایین ترینشون که مثلا P3 هسته، یا به شما چی میگیم؟ بچا پنتیوم 3 برش میگیم. بعد از یکم مثلا بالاتر که میره مثال P4 میشه، یعنی مثلا پنتیوم 4 برش میگیم دوستان. بعد از مثال مثلا چی میشه؟ کور تو 2 میشه، کور تو 2. مثلا از اون مثال بالاتر اگه بریم میشه کورای 3 میشه. اگر بلندتر بریم کورای مثال 5 میشه. اگر بلندتر بریم کورای 7 میشه. و اگر بالاتر از این دوستان بریم کورای 9 میشه. و اگر از این بالاتر بریم کورای 11 میشه که فعلا 11 بلندترین دوستان نمیتونم مثلا بگم بلندترین، اما بهترین نسخه که فعلا در بازار عرضه شده همین سی پی یو های با مدل کورای 7 است که ان شاء الله ما در جلسات بعدی هم اطلاعات بسیار خوب نسبت به سی پی یو هایی که مثال ما بریم چی نوع سی پی یو را نظر به نیاز خود انتخاب کنیم و ان شاء الله برای شما در جلسات بعدی به حساب ترتیب دیدیم که ما میریم با مفصل چه میکنیم روی بخش ان شاء الله بحث میکنیم. موضوع دوستان بعدی که است در بخش اینجا که ما آوردیم به نام حافظه رم دوستان.
دوستای عزیز، حافظه ها دو نوع است. یعنی یکیش میتونه حافظه های دائمی باشه، یکیش میتونه حافظه های موقتی باشه. حافظه های دائمی که است اونمو مثل هارد دیسک است، یا مثل SSD یا HDD است که اطلاعات به شکل دائمی ذخیره میکنه. و همچنان حافظه رم است که رم حافظه موقتی است. حافظه موقتی که داده ها را برای پردازش ذخیره میکنه. دوستای قند، شما فراموش نکنید که حافظه رم به علاوه ذخیره سازی اطلاعات به شکل موفق، توانایی ایجاد اطلاعات و پروسس همچنان داره. علت که این قیمت است، علت از که مثال این قیمت است ایست که رم خودش به علاوه نگهداری اطلاعات توانایی ایجاد اطلاعات هم داره. دوستای عزیز، حافظه‌ای که مثل ما مثلا هارد دیسک میگیم، فلش میگیم، اینا که هستن، اینا چیکار میگن؟ اینا خودشان توانایی ایجاد اطلاعات نداره. اطلاعاتی را که رم ایجاد میکنه، اینا چی میکنه؟ ذخیره سازی میکنه. رم اطلاعات به شکل موقت نگاه میکنه. بچه‌ها موقت چیست؟ اینمیالی فرض مثال من اینمیالی میگه اینمی یک اطلاعات است که من نوشته کردیم، تا حالی ذخیره به داخل هارد دیسک نکردیم. یعنی چی است؟ اینمی را ما بالای حافظه رم ایجاد کردیم، تا حال ذخیره نکردیم. پس معنایش چیست که اینمی فایل اینمی اطلاعاتی که من اینجا آوردیم این چی است؟ این به شکل موقت در داخل حافظه رم این سیو است یا ذخیره هست. و اگر زمانی که من کامپیوتر را خاموش کنم، این را اگر ذخیره نکنم، رم چی میکنه؟ رم تمام اطلاعاتی که در داخلش بود همیشه چی میشه؟ پاک میشه، همیشه فراموش میکنه. پس دیگه دوستای قند امیدوار هستم تا این قسمت شما مشکل در این قسمت نداشته باشین دیگه. اگر کسی مشکل هم داشته باشه میتونه باز اون مشکلاتشون در داخل گروه ما در یک وقت مشخص مسیجینگ گروه را باز میکنم، میشه که در داخل گروه مسیجش بانم و باز نور دیده در جلسه بعدی رویزو حتما اشاره خواهد کردم. خب دوستای عزیز، موضوع بعدی که حافظه داخلی است. حافظه داخلی مثل یعنی گفتم که وقتی که اطلاعات داخل رم ایجاد میشه، او چی میشه؟ به شکل دائمی از رم انتقال داده میشه به داخل هارد دیسک. مثل که شما مثلا هارد دیسکتون 500 گیگ است، مثلا 740 گیگ است، دیگه مثلا 1000 گیگ است که ما مثلا تی بی میگیم، پی بی میگیم، ای بی میگیم. از مثال مثلا بالاتر ما در مجموع دو نوع حافظه های دائمی داریم به خاطر ذخیره سازی اطلاعات، که یک نوعش ما HDD میگیم یعنی هارد دیسک درایو میگیم، یک شما دوست چی SSD میگیم یعنی سالید استوریج دیسک. خب دوستان قند، اینا چی تفاوت داره؟ ببینید من براتون تفاوتایش اینجا در یک تصویر اگه شما درست دیده بتونین در قسمت اینجا براتون آوردیم. خب دقت بکنید دوستان قند. خب ببینید SSD که هست و HDD دوستان قند، SSD بسیار سرعتش بالاست، بسیار سرعتش بالاست. HDD سرعتشون کم است دوستان، slower، سرعتشون چیز کم است. SSD expensive است، یعنی خیلی قیمت است. SSD حافظه های SSD نسبت به حافظه های HDD قیمت تر است، اما حافظه های HDD نسبت به SSD ارزان تر است دوستان. SSD گرم نمیه، لیس هید یعنی حرارت خیلی کم تولید میکنه، اما حافظه های HDD مور هید چی میکنه؟ گرمای بسیار زیاد تولید میکنه دوستان. و همینطور یک نکته که اینجا اشاره نکرده او کسته به سرعتش است که حافظه های SSD سرعتشان فوق العاده بیشتر هستند، و اما دوستان قند حافظه های HDD که هستند سرعتشان نسبت به SSD خیلی ها پایین است. دوستان قند اگر شما در اینجا ببینید دوستان اینجا نظر به اون اسپیدشان اینجا اشاره کرده که مثال سرعت هایشان است. میشه شما اگر برید داخل گوگل یک سرچ اگر بزنید راجع به اسپیدشان، سرعتشان و دیگه تفاوت‌هایشان که انشالله خیلی خوب میشه. و ما انشالله در اخیر درس به شما یک کارخانگی هم، شما هر روز در اخیر درس یک کارخانگی هم دارین که بر روز بعد شما باید رو ارائه بکنین. خب امیدوار هستم که یک دیدگاه نسبت به SSD و HDD به ذهن شما خطور کرده باشه. دوستان قند کیبورد و ماوس شما خودتون حتما اطلاعات دارین که کیبورد و ماوس چیست برای وارد کردن داده هاست. ببینید ما اگر مثلا من یک نمونه براتون بیارم در این قسمت نوشته کنم که کیبورد. خب کیبورد دوستان قند ببینید اینی که دوستان اینا که هستن کیبورد هستن. کیبورد ما انواع مختلف داریم. کیبورد هم ما با لاین داریم، هم ما بدون لاین داریم. همین قسم دوستان قند ماوس که شما ماوس یا مو کلمه فارسیش موشر میشه دیگه.
دیگه کلمه بهتر از این فکر نکنم بزنیم بیای، همون موشر میشه، همون یا ماوس، همون شکل ماوس داره، شکل موش داره که ما به خاطر انتقال کرسر یا انتقال پوینتر در کامپیوتر چمون ازش استفاده میکنیم. خب اینا دوستان اینا کیبورد و اینا ماوس هستن. موضوع بعدی که در این قسمت باید براتون بگم دوستان مانیتور و نمو صفحه نمایش کامپیوتر دونست، چون که اینا تمامشون بخشای مربوط به بخش هاردور میشه، یعنی قابل تچ هستن، تچ بلس یا قابل لمس هستن، ما لمس کرده میتونیم. موضوع بعدی دوستان سافت ویر یا نرم افزار هستن. نرم افزار به هر قسمتی از کامپیوتر که قابل دیدن بوده اما قابل لمس به علت نداشتن بخش فیزیکیشان باشه، ما به چی میگیم؟ سافت ویر یا نرم افزار میگیم. تمام بخش‌های از کامپیوتر که ما دست زده بتونیم، تو بخش دست زده نتونیم و دیده بتونیم، به چی میگیم؟ به ما میگیم که سافت ویر یا نرم افزار. نرم افزارها دوستای عزیز به خاطر گستردگیشان، به خاطر سطح بالا، به خاطر از لحاظ نوی کارشان و از لحاظی که خیلی حاضیاف است که حداقل ما بتونیم یک مطالعه روی اونا داشته باشیم، تمام سافت رو در داخل کامپیوتر به دو کاتگوری تقسیم میکنیم که کاتگوری اولشان که دوستان اپراتینگ سیستم یا سیستم عامل هستند که ما با کلمه خلاصه برش میگیم OS میگیم. یعنی بچه‌ها معنیش چیست که اگر من در جلسات بعدی به شما OS گفتم، شما دیگه متوجه شوید که من منظورم از OS چیست. OS منظورم همون اپراتینگ سیستم است، یعنی سیستم عامل است. تعریفش هم چی است؟ نرم افزاری که سخت افزار کامپیوتر مدیریت میکنه. با او چی میگیم؟ با او میگیم یا دقیقاً ما به طریق دیگه میگیم سیستم عاملا که هستند به خاطر راه اندازی سخت افزارهای چی کامپیوتر استفاده میشه. یعنی اگر ما بخوایم سخت افزارهای کامپیوتر فعال کنیم و قابل استفاده بسازیم، ما مجبور هستیم ابتدا چی کنیم؟ باید با او OS نصب کنیم، یعنی سیستم عامل با او نصب کنیم. خب و موضوع دیگه چیه؟ موضوعی که برنامه‌های کاربردی یا اپلیکیشن هستن. ببین دوستان، خب اینجا من براتون یک تفاوت دیگر براتون باید بگم. سیستم عامل کسته یا OS کسته به خاطر عزیز دوستان خب که یعنی سیستم عامل کسته وظیفه‌ش است که نیازهای کامپیوتر مرفوع بکنه. خب دقت بکنید، خب سیستم عامل نیازهای کامپیوتر مرفوع میکنه، برنامه‌های کاربردی نیازهای ما را مرفوع میکنه. یعنی چه رقم؟ یعنی سیستم عامل در مجموع به خاطر فعالسازی کامپیوتر استفاده میشه. برنامه‌های کاربردی خاصتاً به خاطر رفع نیاز مشخص ما استفاده میشه. یعنی مثلا چه رقم دوستان؟ مثلا من نیاز دارم که یک پایان نامه نوشته بکنیم، پس من باید برم برنامه ورد نصب کنم. مثلا من نیاز دارم که باید برم عکاسی بکنم، پس من چی است؟ پس من باید برم برنامه فتوشاپ باز بکنم. مثلا من نیاز دارم که باید برم در مثلا بخش محاسباتی انجام بدم، پس من باید برم برنامه اکسل نصب کنم. یا مثلا به خاطر من نیاز دارم که برم یک نقشه ترسیم کنم، پس من باید برم برنامه اتوکاد نصب کنم. ببین دوستان، اینی برنامه‌ها هستن، برنامه‌های کاربردی به این خاطر گفته میشه که وظایفشون مشخص است. حالا من نمیتونم برم عکاسی را داخل برنامه ورد انجام بدم. چرا؟ به خاطر که توانایی او کار نداره. اصلا به او خاطر یا به خاطر از کار ساخته نشده او که مثلا که کار انجام بده اونا. امیدوارم تا این قسمت چیزی براتون مشکل چیزی نباشه. اگر کسی مشکل داره دوستان بفرمایید. کسی ان شاء الله بخش مشکل نداره، با یک لایک میتونید ما بیان بکنید که تا حال مشکل براتون وجود نداره. بسیار خوب، بسیار خوب دوستان، پیش میریم. ببینید حالا میم داخل بخش ویندوز 10، چون ما قراره که ویندوز 10 دوستان به شما درس بدیم، پس به خاطر ویندوز 10 به شما اینجا چی بردیم؟ یک ذره اطلاعات آوردیم که ان شاء الله ما بعدا این فایل هم در داخل گروه قرار میدم، شما میتونید این فایل همونجا بس ببینید و ازش استفاده بکنید. ویندوز 10 دوستان یک مسئله هست. خب در بعضی آموزشگاه یا در بعضی کورس ها مثلا بعضی شاگردان ما خود گرچه دیدیم در آموزشگاه بودیم دیدیم اونا میگن که والا ما باید ویندوز 10 بخونیم. ما میگیم خب ما کلاس داریم ویندوز 8 داریم، دو نمیخوای بشینیم. میگه که نه خیر. چرا؟ میگه به خاطر که ویندوز 7 از او قدیمی هست یا ویندوز مثلا 8 از قدیمی است یا 10 از قدیمی است. میگه من میخوام ویندوز 11 رو بخونم. دوستان یک مسئله است خب که اصلا ببین ما دو نوع تفاوت داریم. تفاوت فرعی و تفاوت اساسی داریم. تفاوت اساسی ویندوز ها هیچ کدامشان نداره. شما نمیتونید برای ما برین یک تفاوت از ویندوز
این یک تفاوت اساسی بین ویندوز 11 و ویندوز 10 یا ویندوز 10 با ویندوز 7 بریم. یک چیزی که مهم باشه او مهم حتما در ویندوز 7 هم است، در 10 هم است، در 11 هم است، اصلا هیچ فرق نمیکنه. اما ها فرق فرعی داره. مثلا سنگین میشه سیستمتون. ببینید من نمیگم شما حتما باید برید ویندوز مثلا ویندوز 10 نصب کنید. شما کامپیوترتون با هر ویندوزی که راحت است با مو ویندوز استفاده بکنید دوستان. اصلا الزامی نیست که شما حتما ویندوز 10 نصب کنید. ما در روند تدریس قسم میگیم که تفاوت‌های ویندوز 10 ما حتما اشاره بهتون میکنم که ویندوز 10 در این قسمت اضافی است، این قسمت اضافی از کسایی که ویندوز 10 هستن چه 7 هستن نیست. یا مثال یک آپشن در ویندوز 10 در یک جای است، در امو آپشن در ویندوز 7 هم است، اما جایش فرق میکنه. یعنی اگر بگم چیزی که مثال خیلی فرق اساسی دوستان وجود نداره، فقط فرق فرعی است که مثلا دیزاینشان زیاد شده و از لحاظ گرافیکی فشار بالای کامپیوتر بیشتر میشه. یعنی بسیار دوستان نقص. حتی ویندوز با نسخه بالا باعث افزایش دما در داخل کامپیوترتون هم میشه. یعنی یکی از نکاتی که خیلی ها نقش داره در قسمت افزایش مصرف انرژی باتری و همچنان افزایش سنگینی در داخل کامپیوتر میتونه امی ویندوز داشته باشه که شما کدام ویندوز نصب کردین. اگر سیستمتون خوب است، من نمیگم برید نصب کنید یا 11 نصب کنید، هیچ فرق نمیکنه. اما اگر سیستمتون دوستان توانش نداره، پس بهتر است که همون ویندوز 7 یا 8 نصب کنید، هیچ کدام فرق نداره. خب حالا میریم در این قسمت. گفته که ویندوز یکی از محبوب ترین سیستم‌عامل‌های مایکروسافت است، خب که برای کامپیوترهای شخصی، لپتاپ ها و تبلت‌ها میشه استفاده میشه. که البته در سال 2015 شد امی ویندوز مثلا معرفی شد. یک سلسله ویژگی ها رو براتون آوردیم که گفته که رابط کاربری آسان، یعنی یو آی خوبتر داره دوستان. یعنی یو آی خوبتر داره به خاطر میگیم که یعنی یک کانکشن. دوستان اصلا یو آی چی میگه؟ خب اما یو آی ما میگیم یوزر اینترفیس برش میگیم. خود یو آی یعنی اینجا براتون یک کانسپت براتون بگم مفهوم میشه. اما کانسپت یا بچا مفهوم یو آی چیست؟ خب مفهوم یو آی مثلا اینی کامپیوتر پی سی است. پی سی چی رو میگیم؟ پی سی یعنی دوستای قدم اگر شما جای مثلا کلمه پی سی رو میشنوین، پی سی منظورش همون کامپیوتر شخصی است. خب ما خودم شخصا اکثرا پی سی میگم، مثلا هیچ نمیگیم لپتاپ نمیگیم دوستان، پی سی میگیم. پی سی اینی کامپیوتر شخصی. ببینید رابطه بین پی سی و این داخل برنامه پینت اگر خوبتر ترسیم شه بهتر است. خب میس پینت دوستان این خوب دقت کنید براتون به شکل این فرض کنید این یک کامپیوتر است دوستان. خب این مثلا یک از کامپیوتر است. اینی مثلا یک شخص است، درست؟ یک شخص. حالا خب من چه بگم دیگه در قسمت نقاشی اگر کسایی که در نقاشی خوبتر است خب دیگه اونا حتما شاید خندهشون بگیره، اما شما نخندین دوستا. خب این چه رقم بکشیم دیگه؟ اینی که است مثلا نفر است، نه این مثال نفر است فرض. این کامپیوتر است دوستان. خب بعد من شاید این کامپیوتر است، اینی که است اما شخص است یا مثلا نفر است. ما این پی سی میگیم، این مثلا پرسن میگیم یا شخص. نه اینا نسه کنید اینجا اینا یک رابطه آلسه که وقتی که شخصن امی نفر که بخواه از این خب اینجا باز شد. ببینید امی نفر وقتی که بخواه از این کامپیوتر استفاده بکنه نیاز به یو آی داره. ما این میره یو آی میگیم دیگه، خلاص این میره ما یو آی میگیم، یعنی یوزر اینترفیس میگیم. یعنی به اصطلاح ساده رابطه میان شخص و کامپیوتر چی میگیم؟ یو آی یا یوزر اینترفیس میگیم. امیدوارم در این قسمت شما مشکل نداشته باشین. البته پیش به خاطر ترسیم این نقاشی دیگه بی کیفیت معذرت خواهی من بپذیرین. خب دوستان میرید به دنبال بعدی. سکنونی وقتی که یک شخص بخواد از کامپیوتر استفاده بکنه، از کامپیوتر استفاده بکنه به اینی داده ها نیاز داره. مثلا چی؟ یو آی ما که یو آی شامل چی میشه؟ شامل شماره اول، شامل چی براتون باید بگیم که آیکنا میشه. شماره دوم شامل تاسک بار میشه. شماره سوم شامل دسکتاپ میشه. ببینید شامل 3 بخش میشه. اینا آیکنای ما که دوستان. آیکنا که میتونه از لحاظ ساخت چه از لحاظ شکل، از لحاظ
according to shape از لحاظ چی؟ از لحاظ شکل میتونه به دو بخش باشه. شماره اول چیست؟ اینی نان ببخشن بیلدن آیکن. چی؟ ببخشن بیلدن آیکن. بیلدن آیکن چیست؟ بیلدن آیکن اینی چی؟ بیلد ان آیکن. بیلدن آیکن یعنی چی؟ یعنی آیکن هایی که قابل ساخت است. یعنی آیکن هایی که ما میتونیم بسازیم. یعنی توسط یوزر قابل ساختن است. شماره دو چی است؟ شماره دو آیکن های چی؟ نان بیلدن آیکن. یعنی چی؟ نان بیلدن آیکن یعنی چی؟ یعنی آیکن هایی که چی؟ آیکن هایی که قابل ساخت نیست. یعنی ما نمیتونیم بسازیم برا. یعنی آیکن هایی که من نمیتونم او را بسازم و نمیتونم او را حذف کنم. به او آیکن چی میگیم؟ آیکن های غیر قابل ساخت. آیکن هایی که قابل ساخت است. دوستان کن اما آیکن خودش چی میگه؟ آیکن این یک شکل. مثلا من میگم اینجا به شما آیکن ها نشون میدم. این میاره که میبینید دوستان هر کدام اینا خودش یک آیکن است. هر کدام اینا که با شما اینجا کم کلانتر هم بکنم شما خوبتر ببینید. این میاد هر کدام اینا میتونه یک آیکن باشه. هر کدام اینا میتونه یک آیکن باشه. خب اینا آیکنا که میگیم نظر به ساخت میتونه بدون باشه یعنی چی؟ یعنی بعضی آیکن ها که غیر قابل ساخت است. دوستان آیکن های غیر قابل ساخت مثلا اینی مای کامپیوتر مثال نی آلی من مای کامپیوتر نمیتونم بسازم دوستان. یعنی توان ندارم بسازم آیکن چون که آیکن های منظورم آیکن های قابل ساخت بود. نه ببخشید دوستان آیکن های قابل ساخت آیکن است که یک یوزر یعنی یک کسی که یوزر چی میگیم؟ یعنی کسی که از کامپیوتر استفاده میکنه. مثلا ما تو کسی که از کامپیوتر کار میکنه اونا همه چی میشه؟ یوزر یعنی استفاده کننده میشه. کسی یعنی یک یوزر هر آیکنی که یک یوزر بتونه بسازه ما به چی میگیم؟ آیکن قابل ساخت میگیم. حالا مثلا مثلا اگه مثلا فولدر هم میتونم جور کنم میتونم حذف کنم. حالا یک ویدیو میتونم جور کنم میتونم حذف کنم. حالا مثلا یک فایل پی دی اف میتونم جور کنم میتونم حذف کنم. پس اینا چی است؟ اینا تمامشان آیکنایی که قابل ساخت است. آیکنایی که ما رو میتونم جور بکنم. اما آیکنای غیر قابل ساخت چی است؟ آیکنایی است که من نمیتونم او رو جور بکنم. یعنی اونا آیکنای سیستمی است. آیکنایی که وقتی که ما ویندوز اجرا میکنیم ویندوز نصب میکنیم یا راه اندازی میکنیم اونا در جریان راه اندازی ویندوز چی میشه؟ اونا خودشون ایجاد میشه. یعنی من کنترل روی ازو ندارم. حالا من نمیتونم مای کامپیوتر مثال چی کنم؟ جور کنم. یا مثلا من نمیتونم مثلا بگم که اینی بخش اینی باید بخی از تو بخی مثلا کلی کامپیوتر بخی حذف شه خلاص پاک شه طرف شه. ما اینی کارا کردن نمیتونم. اینا آیکنای چی هستن؟ سیستمی هستن. ما نمیتونیم اینا رو حذف کنیم از سیستم. حالا مثلا امو ریسایکل بن نی مثلا محلی که این سطل بالا مثلا حالا من نمیتونم اینو جور کنم یا اینو حذف کنم. ممکن شاید من از اینجا اینو حذف کنم بتونم مثلا لید مثلا شاید بتونم میره شاید هاید بکنم میره اما من با کلی از سیستم ویندوز حذف کرده نمیدونم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا آیکنای چی هستن؟ سیستمی هستن. امیدوارم تا این منطقه شما درس خوبتر دوستان گرفته باشین. پس سوال دوستان میریم پیش میریم. موضوع دوستان بعدی چیست؟ در این قسمت بریم در بخش اینجا ببینید. اما امی آیکنایی که ما گفتم امی آیکنا ببین دوستان نظر بشید نظر به دوست این نظر به ساخت بود نه ببخشید نظر به ساخت دوستان. حالا چی میگم؟ نظر به شکل چیست؟ نظر به شکل آیکنا میتونه به 4 بخش باشه. شماره اول چی؟ آیکنای دایرکتوری. چی؟ آیکنای جهتدار. آیکنای دایرکتوری. شماره دوم چیست؟ آیکنای فایل آیکن برش میگیم. شماره سوم چیست؟ آیکنای پروگرام. شماره چهارم چیست؟ شماره چهارم آیکنای چی؟ آیکنای شارتکت برش میگیم. شارتکت آیکن. یعنی آیکنای چی؟ آیکنای شارتکت است. این 4 نوع آیکن ها از لحاظ شکل یعنی شما 4 نوع آیکن در داخل کامپیوتر در داخل ویندوز شما خواهد دیدید. پس ببینید آیکن های جهتدار چه نوع آیکن هستن؟ آیکن های جهتدار آیکن هایی است که اونا از خوب دقت بکنید دوستان. آیکن های جهتدار آیکن هایی هستند که از لحاظ چی؟ از لحاظ سایز بدون حذف کنم. آیکن های جهتدار آیکن هایی هستند که خودشان از خود سایز نداره اما توانایی ذخیره اطلاعات در داخل خود داره. یعنی ما میتونیم داخل اینا چیزی را ذخیره بکنیم.
حالا مثلا چه رقم دوست دارید؟ مثلا من اینجا یک فولدر جور بکنم. ببینید این فولدر هستن. این فولدر خودش چیزی، خودش یک آیکون جهت داره. یعنی چی؟ اگه من بیام اینجا چک کنم خودش از خود سایز نداره. اما من میتونم یک فایل داخل از اینا چی کنم اینجا ذخیره بکنم دوستان. داخل از اینجا سعی کنید بریم چی میشه فایل داخل ذخیره هستن. آله امی وقتی که چک کنم پیشتر خود چک کردم که این فولدر از خود سایز نداشت، اما ای چی داره؟ از خود سایز داره. اینجا 100 چه قصد 111 کیبی از خود سایز داره. من یک کارو میکنم، امیرک از شما دوستا یک نظر میگیرم. خب بریم دوباره اینجا من مایک خود بسته میکنم. فقط یک تان دوستان. من اینجا نامتو بخونم، نامای کسایی که اینجا هستن. از خانم الهام ببخشید الهام میشنوین؟ الهام میشنن؟ بله میشنم. الهام جان میشه بگین که اینمی سایزی که پیشتر ما چک کردیم که خود فولدر که یک آیکون جهت داره است از خود سایز نداره، اما وقتی که ما یک چیزی را داخلش ذخیره کردیم او از خود سایز بالا کرد. میشه بگی که اینمی 111 کیبی که اینمی اینجا من بهتون بیارم، اینمی سایزی که در اینجا تو میبینی، امی سایزی که مثلا تو اینجا میبینی، امی سایز چرا اینجا آمده؟ سایز 111 کیبی که اینجا است. داخل فولدر که هیچ مواد ذخیره نیست این سایز کشته. خب نه، پیشتر ما چک کردیم که داخل مثلا فولدر پیشتر چک کردیم که اصلا هیچ سایز نداشت، اما حالی از خود سایز بالا کردم. من هدف از سایز چی است؟ استاد ببخشید ولی نمیفهمم. خب درست هستن. شخص بعدی کسی اگر میفهمه جوابم فقط کافی دست بالا کنه. خب جمال الدین پیوندی میشه بگوین لطفا؟ استاد محترم شما دقیقا برمون نشان دهنده اینمی است که ما در داخل فولدر چیزی را داریم، یعنی به ما نشان داد که شما گفته بودید آیکن، یعنی به ما چیزی را نمایش داد که همین فولدر ما از خود چه داره؟ سایز داره، یعنی سوش بشری و کامل به ما نشان میده. به این دلیل است. خب بسیار خوب تشکر ممنون از آقای پیوندی. کس دیگه اگه نظر داره میشه نظرش بگوی به ما. دوستای قند لطفا در قسمت سوال جوابی که من اگر در اثنای درس میکنم برای من حتما باید نقش فعال داشته باشین. به من کافیه که 4 نفر باشه، دیگه نمیخوایم مثلا کسی زیاد باشه، 5 نفر باشه که نقش داشته باشه. خانم اندیشمند میشنویم نظر شما را. سلام استاد، به نظر من که سایزش مقدار موادش منو میده. وقتی که فولدر ما خالی باشه یعنی بدون سایز است، ولی که مقدار مواد یا مثلا پیکچر یا هر چیزی که باشه ما وارد فولدر میکنیم سایزش بیشتر شده میره. دقیقاً تشکر ممنون از خانم اندیشمند که دقیقاً پاسخ که ما می‌خواستیم مورد رعایت. دوستان ما ببینید اینی فایلی که مثلا اینی فایل که اینجا 110 کیبی سایز بالا کرده، خب این 110 کیبی در حقیقت نمایندگی میکنه که اینمی فولدر توانایی ذخیره امی فایل داره. این 110 کیبی در حقیقت سایزی که مربوط فولدر میشه نیست. چرا؟ به خاطر که ما در تعریف بیسیک بیان کردیم که آیکنای جهتدار آیکنایی هستن که خودش از خود سایز نداره، اما چی هستن؟ اما خودشان میتونه چی کنه؟ چیزی را در خود ذخیره بکنه، اما از خود سایز به ابتدایی نداره. دسترخند. خب تشکر بازم از اشتراک تک تک شما دوستان. میریم دوستان پیش میریم. ببینید موضوع بعدی که است گفتین شما که آیکنای فولدرها که است تا مواد داخل خود ذخیره نشده باشه وزن خود نمیگیره، یعنی باید 0 کیبی باشه. دقیقاً بله. اینجا شما گفتین که باید وزن داشته باشه. فولدر خالی است وزن داره. فولدر خالی است وزن داره؟ منظورتون همیسته؟ حالا مثال ما اینجا یک فولدر نو گرفتیم این قسمت. ببینید دوستان عالی فولدر رو میریم باز میکنیم. اینجا با ما چی هست؟ اینجا سایزشان خود فولدر به نفس خود از خود سایز نداره. خب دقت بکنید اینجا این فولدری که من نو جور کردم، اینجا این فولدر نو جور کردم.
اما این فولدر فعلا سایز 0 است، یعنی 0 بیت 0 بایت مثلا. اصلا این اصلا یک فولدر به علت از اینکه یک آیکن جهت داره است از خود سایز نداره و اما خودشان توانایی ذخیره اطلاعات در خود داره. این فولدر که مثلا از خود سایز داشت، مثلا این فولدر که از خود سایز داشت به خاطر از اینکه من داخل از یک فایل ذخیره کردم. مثلا اینی فایل مثلا من داخلش اینجا مثلا سیو کردم، ذخیره کردم که این چی شد که مثلا سگونه 111 کیبی در قد از فولدر نیسته، 111 کیبی در قد سایز فایلی است که در داخل فولدر است. منظور گرفتین که جان؟ بسیار ببخشید استاد، من متوجه نشدم که داخل یک فولدر هم مواد ذخیره است. پس داخل فولدر باشه بیانگر موس ببخشید. پس این معنیش است که من باید دیگه در اثنای درس باید شما را میتونم همیشه سوال پیش کنم تا شما دیگه متوجه باشین. دوستای قند درس متوجه باشین که بتونین در درس‌های بعدی بخیر اشتراک کرده بتونین به خاطر. خب درست است. من داخل درس اون سوالاتم که ایجاد چون خوب است. خب دوستای قند موضوع بعدی که آیکنای فایل است. آیکنای فایل چی نوع آیکن است؟ آیکنای آیکنای فایل در حقیقت برخلاف آیکنای جهت دار است. یعنی چی؟ یعنی آیکنای فایل آیکنای هستند که خودشان از خود سایز داره اما توانایی سیوینگ یا ذخیره سازی اطلاعات در خود نداره. امیدوار هستم که شما منظور من گرفته باشین. آره بریم وارد یک مثال عملی میشیم. سگن آیکنای فایل اینه مثلا خود ویدیو. دوستای قند سگن آل شما من اینجا این پوشه را باز کنم و اینی ویدیو رو بیارم داخل پوشه، مثلا بیارم اینجا رو بیارم، مثلا اینجا بیارم در قسمت خواهید به نظرم چی کردم نه اینو بردم داخل پیکچر بدم. خب خیر است این مثال اینجا میارم، اینجا قرار میدم. شما خوب دقت بکنید این دوستا اینی که یک فایل یک آیکن فایل است، خودشان از خود سایز داره. خب از خودش مثال سایز داره، اینجا از خود سایز داره. مثلا میبینید که سایز چقدر سایزشان چقدر دوستا سایز داره می فایل 62 ام بی 65 ام بی. خب بسیار خوب. اعلان کنید این از خود سایز داره اما تو نمیتونید داخل از این، یعنی داخل ویدیو تو نمیتونی اینی فولدر هم مثلا ذخیره بکنی. میتونید دوستای فایل کدام این کار میگه ممکن است، یعنی ما نمیتونیم مثلا یک فایل داخل از این ذخیره بکنیم. چرا؟ به خاطر که این خود از فایل است. نظر به تعریفش است که خودشان از خود سایز داره اما نمیتونه که یک فایل دیگه را در داخل خود چی کنه مثلا ذخیره بکنه. خب دوستان میریم به سراغ بخش بعدی که من اینجا گفتم مثلا آیکنای دوستان پروگرام است که بعد از نصب هر برنامه ایجاد میشه. مثلا حالا ما مثلا اینجا برنامه سایبرلینک نصب کردیم که خودش اینجا آمده، اینی که از آیکنش هسته. مثلا برنامه کورل دراست که اینجا نصب کردیم آمده، مثلا مثل برنامه اکسل است، ورد است یا هر برنامه دیگه که اینجا آمده، یعنی اینی بعد از نصب ایجاد میشه. و خود شارتکت دوستان چیست؟ آیکن است که به منظور دسترسی سریع به یک آدرس استفاده میشه. منظور ما بچا چیست؟ منظور ما است خب شارتکت شما خوبتر بفهمید که هدفش استفاده شارتکت چیست. حالا سعی کنید خب شما بچا بر فرض بگیرین، فرضاً ما هر روز مثال نیم در یک آدرس رفته نیستم. مثلا در کجا؟ مثلا میم اینجا داخل کامپیوتر، این کامپیوتر را باز میکنم، این را بزرگ میکنم، بعد میرم اینجا کلیک میکنم، بعد میرم مثلا داخلی پوشم میرم. درست است؟ یک آدرس مثلا من هر روز این کارو میکنم. یا مثال میگم در اینجا میرم، باز بعدا میرم در این قسمت اینجا میرم. شما خودتون دقت بکنید. حالا من هر روز اینجا میرم، هر روز همین مسیر طی میگم. من میگم نه، میخوایم به خود یک شارتکت جور کنم. سعی کنید از اینجا کپی میکنم، کپی را گرفتم اینجا، بعد میرم در کجا؟ در منطقه پوینتر است، اینجا میرم در استاپ. پیست نمیکنم. اگر پیست کنم تمام فایل های اصلی کپی میشه که برای من این از لحاظ سایز به من مشکل جور میکنه. چرا؟ به خاطری که امو فضای کنجه است، او فضا را به مو اندازه و ابعاد در اینجا چی میکنه؟ اشغال میکنه. میگم نه، پیست شارتکت دوست کن. اینا به من اینجا اومد. حالا شما خودتون فکر بکنید آیا این مسیر کوتاه است که من اینجا برم کلیک کنم، بعد مثال برم در داخل از اینجا برم، بعد برم در این قسمت، بعد برم در اینجا برم، این مسیر به نظر شما کوتاه است یا که نه همینجا که امو تا کلیک کنم این مسیر به من کوتاه است؟
مطمئن هستم که شما جواب میفهمین و دیگه منظور گرفتین دیگه. بخیر بچه‌ها پیش میریم. ما پس این فایل اینجا میگیرم، حذف میکنیم. فایل اینجا کلیک کردم، میگم شیفت دلیت بچا میکنم، حذف میکنیم فایل اینجا. خب موضوع بعدی که در این قسمت هسته دوستای نهایت گرامی، موضوع تاسک بار دوستای قند است که تاسک بار اینی سایه پایینه بچا میگه، این سایه پایینه. شما اگه درست باشه ببین این منطقه پایینه. خب من یک بار اصلاح کنم، بریم بالای فریم، این منطقه بچا. این منطقه پایین ما چی میگیم؟ به نام تاسک بار میگیم. تاسک بار اگر به شما تعریف بکنم، تعریف دوستایی است که یک میله افقی ماننده که در پایین دسکتاپ موقعیت داره، او را چی میگیم؟ او را میگیم به نام تاسک بار میگیم. میله افقی ماننده که در پایین دسکتاپ موقعیت داره. دسکتاپ که بچه‌ها ما اینی کل ساحه را میگیم، اینی مکمل ساحه را چی میگیم؟ دسکتاپ میگیم. پس اینی میله افقی که در پایین دسکتاپ موقعیت داره، این ما چی میگیم؟ این ما به نام تاسک بار میگیم. که تاسک بار خودش شامل دوستان چیسته؟ تاسک بار خودش که شامل دوستان شامل کدام بخش میشه؟ شامل استارت مینو میشه، شامل بچا سرچ باکس میشه، شامل کویک ایمیج میره. باشه من نوشته بکنم که تا شما خوبتر رو تکمیل بگیرین. دوستان شامل کدام بخش میشه؟ خب شامل شماره اول شامل بخش استارت مینو میشه، استارت مینو میشه. شماره دوم شامل سرچ باکس میشه، سرچ باکس میشه. شماره سوم شامل کویک لانچ ایریا میشه، کویک لانچ ایریا میشه. شامل شماره چهارم است نه؟ بله چهارم شامل نوتیفیکیشن ایریا میشه. شماره پنجم شامل چه؟ شامل بخش ایرو پیک برش میگیم دوستان، ایرو پیک میشه. اینی 5 بخش دوستان که دوستان اینی که استارت مینو است، دوستان اینی که سرچ باکس است، اینی قسمت که کویک اکسس تول بار است که کویک اکسس ایریا، کویک لانچ ایریا ببخشید، کویک لانچ ایریا محلی است که به منظور سریع باز کردن یا دسترسی گرفتن سریع از برنامه چی میشه استفاده میشه. و اینی منطقه هم به نام نوتیفیکیشن ایریا میشه که هر آن اطلاعات یا هر آن خبری که در کامپیوتر شما بروز بکنه یا مثال بیاید، شما حتما در این قسمت چی میشین؟ خبر میشین. ولی دقیقاً اینی منطقه طرف ایره به نام چی میگه؟ به نام ایروپیک میگه که ایروپیک است که به منظور آوردن دسکتاپ چی میشه استفاده میشه که شارت کتش همون کنترل همراه با حرف دی میگیریم که ان شاء الله من بعداً بخیر تمام شارت کت ها را یا کلیهایشون در خدمت شما حتما قرار میدم، شما حتما میتونید از استفاده بکنید. خب دوستان بخش بعدی که دسکتاپ است که شما میتونید دسکتاپ این قسمت است که میتونید دسکتاپ چی کنید این منطقه را ببینید دیگه. ما پس دوباره میریم بالای قسمت فایل ورد میرم ببینم در فایل ورد دیگه چیزی نکته مهم اگه باشه. دوستان اینجا گفته که رابطه کاربری آسان و البته ویژگی ویندوز داره میگه که این یک UI خوب داره. دوستان میامو استارت مینو که البته ترکیب از طراحی کلاسیک و مدرن است. ببینید شما این تفاوت‌ها رو که هر چقدر بخواید دوستان به این نظر نزدیک میشین، متحد میشین که تفاوت اساسی میان ویندوز ها وجود نداره، فقط از لحاظ زرق و برقشون کمی تو متفاوت است. ویندوز 7 خیلی سبک است که میتونه کامپیوتر شما بسیار براحتی و بدون بالا رفتن دمای حرارت شوه استفاده شوه کار کنید، راحت کار میکنید. و دیگه دوستان اینجا کورتانا است که شما از این کورتانا کار نمیکنید. کورتانا اونمون ربات است که دوستان ربات است که مثال شما میتونید در ویندوز 10 استفاده بکنید. البته این نیست، من یک کورتانا نوشته کنم بچا باید بیاید دیگه. یعنی در این منطقه اینجا هست کورتانا، فقط با استفاده از اینترنت میشه که شما با این صحبت کنید و یگان گپاره. البته اورم که شما باید انگلیسی خوبتر هم تو خوب پرفکت بفهمید، وگرنه تو اگه تلفظ این تلفظایی که اینجا هست اگه شما اگه تلفظ درست نتونید ممکن شاید اونها حرف متوجه نشوه. دستیار صوتی است که مربوط مایکروسافت میشه. و نوار وظیفه یا همون تاسک بار که من بهتون تعریف کردم پایین مرکز اعلان است کنه اکشن سنتر و اینا رو شما بخیر در داخل کنترل پنل میخواین ان شاء الله. دوستان مولتی تاسکینگ است و امنیت بالا. دوستان امنیت بالا خو ویندوز دیفندر درسته که است، اما شما در هر صورت نیاز به یک آنتی ویروس متفرقه دارین و باید شما حتما یک آنتی ویروس نصب کنین ان شاء الله که ما بخیر اینا رو هم کاملا در داخل این پکیج گذاشتیم ان شاء الله. بخیر شما هم دیگه آگاهی کامل حاصل میکنید و آپدیت های منظم است که باید شما منظم این آپدیت بکنید. جستجوی سریع و اینا دیگه اینا چیزایی است که شما اینا بخیر دیگه باز چیکین. دلایلی که میگه از ویندوز 10 استفاده بکنید شما خوب است که بفهمید چرا باید یک سازگاری با سخت افزارهای مختلف که دوستای قنی دیگه باز که میگه روی انواع کامپیوترهای شخصی فقط با اجرا میشه. خب ببینید ای خب هم ویندوز 10 اجرا میشه، هم ویندوز 7، هم ویندوز 8، هر ویندوزی که باشه فرق نمیکنه. یعنی ما بچا منظوریم است که
ویندوز رو شما آب نسخه آخرش نصب، مثلا نسخه انترپرایز نصب کنید. ما نسخه های ویندوز مثلا التیمیت داریم، نسخه مثلا پروفشنال داریم، مثلا پرو داریم، مثلا انترپرایز داریم. شما برید نسخه های بروزی مثلا نصب کنید. پشتیبانی از جدیدترین فناوری ها. خب شما اگر ویندوز 7 هم آپدیت کنید عین به می اندازه می کار میکنه، هیچ کدوم فرق نمیکنه. مثل میگه مانند صفحه نمایش مثل لمسی و اثر انگشت اینا رو شما ویندوز 10 کار میکنه، فرق نمیکنه. شما اگر نسخه آپدیت کار بگیرین کدام فرق نمیکنه. آپدیت های رایگان و مداوم خوب کدام گپ خاص نیست. ما فقط اینجا آوردیم به خاطر اینکه شما حداقل یک دیدگاه داشته باشین. اگر کسی یک سوال میکنه، اگر گاهی در فکرتون اگر سوال میگرده، شما بفهمید محیط کاربر پسند. یعنی اگر کسایی که مثال زیاد طرفداری که یک محیطی پر زرق و برق دیگه، اون ویندوز 10 دیگه خوراکشون است، میشه که نصب بکنن. دوستان عزیز، اینی بود جلسه اولی ما شما. امیدوار هستیم که جلسه بر شما سود بخش تمام شده باشه. دیگه من حالی فعلا ریکارد استاپ میکنم. ریکارد خود سخن استاپ.